بخش انگیزه است. وقتی به آینده فکر کنی کم کار میشی. ببین رپ یه اسب وحشیه که سوار کار نداره. نمیتونه کسی ازش تو ایران مایه حلال وار دراره. تا جایی که هنرمند هیچ فرقی با یه خلاف کار نداره. پس هر کی سر میز ما اومد بگو که قرارداد نیاره. اینه که تا قسطا زیاد شد کم کم ورسا کم شد. از اون طرف چه جرمایی که با یه امضا حل شد. یعنی که سلیقه طرف همیشه دخیل وسط. همینه تحمیل نظر نتیجه تخریب اثره. ولی وقتی که از سرت آب بگذره کلن میگی بهتر خودم تکلیفو یک سره کنم. تا اینجا عمرمو ضرر کردم هزینه‌شم میدم. من که تا همینجا اومدم پس بقیه‌شم میرم. منی که از اعتماد بیجا هنوز آبستنم. ولی در نهایت میدونم اینو که باعث منم. دیدم اونا که با خنده جلو میان ناکسترن. در آخر دیدم متکی به مشتی خاکسترم. فهمیدم فقط پدر مادر میگه پسرم دخترم. بقیه که این اسمو ببرن مفبرن. دخترم با ولم کن حرکت کاملا فله. یارو علنی میخواد با چش تو رو حاملت کنه. میگه تو پسرم این قدمت رو چشم